ایس برو جایو ابر او از نو فرموده. سلام علیکم، وقت همگی بخیر باشه. همینطور که در جریان هستید متاسفانه به خاطر اتفاق بدی که افتاد استوار دوم اصغر حیدری به این حال روز افتادن و به خاطر اینکه هنوز نیرو جدید نرسیده تا اون زمان علی آقای غفارزاده به پیش. ایشون به عنوان ارشد شما منصوب میشن و انتظار میره که از ایشون حرف شنوی داشته باشید و هر چیزی که گفتن همه ملزم هستن که اطاعت کنن. سربان در اختیار شما هستن. نمیدونم این چه بختیه، این چه سرنوشتی بود. هر کاری میکنم که دست شما فرار کنم نمیشه. عین بختک افتادی تو زندگی من. تا منم نکشید ولکن نیست. خب بچه ها میخوام از نظم و انضباط براتون بگم. نظام یعنی نظم. بگید ببینم کی تا حالا کار شراکتی انجام داده؟ آقا ما. خب باریکلا. با داداشمون مغازه زدیم. چی شد؟ هیچی دیگه، ورشکسته شد. ندید میگم هی تو بدبختش کردی. کی میدونه تقسیم وظایف یعنی چی؟ آقا کی میدونه مشارکت یعنی چی؟ مشارکت یعنی زمین از شما ساخت از ما. آخه بیهوده چنم مفت چرا میزنی؟ منظور من مشارکت تو کاره. حالا فهمیدید مشارکت یعنی چی؟ نه. مشارکت یعنی اینکه یه کاری به تنهایی انجام ندید. کی میتونه یه مثالی بزنه؟ ما بگیم. بگو ببینم. یعنی داشمندی که داره زمین میسازه ما هم بهش کمک کنیم. زمین چیه احمق؟ کی بلد یه کار گروهی تعریف کنه؟ آقا جان بنده چون تو کارهای گروهی زیاد دست داشتم، وقتی یه جنسی رو میدی به مشتری باید نهایت عشق بکنه، حال بکنه برای خودش. ببین همون کسی که پای دیگ است و همون کسی که داره توی بطری فرو میکنه وسایلو هر جو باید عشق بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. شما شغل چیه؟ بنده کاسب عشق هستم، عطاری دارم. این کم داشتیم. شما چقدر گاوین آخه؟ بگید ببینم کی داوطلبه؟ آقا ما داوطلبیم. منظور چیه؟ یعنی طالب دافیم. کی بلده بگه انضباط فردی یعنی چی؟ اگه تو روزای فرد منظم باشیم بهش میگن انضباط فردی. جنگ سرد یعنی چی؟ وقتی بری دستشویی ببینی آب سرد شد بدون آب گرم دارن یه جا دیگه استفاده میکنن. من منظورم دستشویی آب گرم آب سرد نیست. اینو بنویسی کتابا 5 بار روش بخون. من میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم. میگم مثلا تا حالا به کسی کمک کردی؟ آقا ما چطوری؟ تو خیابون داشتم 5 نفر یه نفر رو میزدن بهشون کمک کردم. آفرین. چه کار کردی براش؟ نوکرتم. هیچی والله اینا تناب نداشتم بهشون تناب دادم دست اون یه نفر رو بستن انداختم صندوق بردن. بدبختی بگیره اتفاق کمک کردنه. بچه‌ها شما اومدی سر خدمت که به این نتیجه برسیم که هر کس از شما باید یه مسئولیتی داشته باشه. منم میخوام به هر کدام از شما یه مسئولیتی بدم. کی دوست داره نظافت و آسایش که به عهده بگیره؟ آقا ما باریکلا. آقا بچه‌ها ببینید سرباز نمونه یعنی آقا می‌خواستم بگم من کمرم درد میکنه نمیتونم برم. کم نمک بریز. کسی بخوانجا بلند پروازی کنه پراش قیچی میکنم میدم خروسای محلشون هست با نوک شیشه در بیارم. همینی که گفتم. شربتی باید بشه مسئول آفتابه یا آفتابه میذارم اونجا باید بره نگهبانی آفتابه بده. ساعت چنده؟ آقا ساعتمون نیست. یعنی چی نیست؟ همه جا خوب گشتین؟ مهدی تبریزی تو میشی راننده تی. بچه‌ها کسی دیگه مسئولیتی نمیخواد قبول کنه؟ آقا ما چه کار میتونی بکنی تو؟ میشه من مسئول دستشویی بشم؟ هم شما راحت بشید هم من. برازندتم. آقا معلم سلام چطوری؟ آقا معلم یه کارم به ما میسپاری؟ بیا یه مسئولیت هم بهت بدم. تو بشو مسئول تحویل اسلحه. بیا. آقا معلم خیلی دوست دارم. مرض کوفت. آقا یعنی ما هم باید کار کنیم؟ نه عزیزم تو خسته میشی. آقا جان بالا میستر مگه ما با هم دیگه برابر نیستیم یکی نیستیم مگه؟ آقا یعنی ما بقیه فرق نداریم؟ چرا عزیزم تو فرق داری. هم نکن آقا هم نکن. مگه سنگ و پاتم گم شده؟ اینجا فقط من تعیین تکلیف میکنم کی چه کار بکنه کی چه کار نکنه. هر حرفی هم زدم جواب من فقط یک کلمه است. اون چیه؟ آقا ما بگیم تو خفه شو. بله. بیا پایین سرمون درد گرفت. کی بود تیک انداخت؟
باشید. ولکم باش بدید جون من ولکم جون من چی میگی واسه خودت زرت و پرت می‌کنی؟ قفسه بندی وکیلی هستیم با 15 سال سابقه. بابا باریکلا. خب دیگه چی کارا میکنید اینجا؟ قفسه های صنعتی دست 2 رو با 1/10 قیمت نو میفروشیم. به به. یه روز هم میفرستی؟ دقیقاً. آفرین. شمارتون چیه؟ 0912 1700 1800. به به. آها راستی من از کجا باید شروع کنم کارو؟ چرا به تو دارم توضیح میدم. از سرویسا بدو. یکی از دلایل اومدن شما بیشتر بازی به خاطر اینکه آمادگی جسمانی بالایی داشته باشین. کی اینجا دفاع شخصی بلده؟ تو بیا. محترم داداش ظالم جناب کار داشتین شنتم گوش بدون چقدر زور داری تو؟ من متر پایین شهرم هیچ موقع رو بزرگترم دست بلند نمیکنم. شنتم بازن نگاه کنه چقدر زور داری تو؟ زوره رو که دارم مشتی گلی ولی نمیزنم. اگر نزنی لت میکنم من. دیگه خودت خواستی ببخشید. من جناب به خدا گفتم نزنم شما گو اصرار کردی ببخشید. بی هوا زدی. تمرکز نداشتم 1 2 3 نگفتم. بس شما بشمونین بس بزنم دوباره 1 ببخشید باز 2 3 بابا من میگم نزنم. من گفتم نزنم. بابا من هی میگم نزنم 2 دقیقه آدم باش فقط نصیحتت کنم. بله الان چطوری باید بزنم؟ برو گم شو. ببخشید. چند نگاه میکنین؟ امروز میزون نبودم. حرفتونو ببندین. بریم بیرون سری 2 تقسیم باشین. راست چپ خوب بزن. چپ راست خوب بزن. چپ راست آفرین. چیکار کردی؟ آقا من برم دشوری. گیش کردی؟ سوراخ شدم. برو بیرون. حالا ببینم کی میتونه مثل من این سفاله بشکنه. ما بیام. من بیام. آقا من مال همتونم. جناب من یه دونه به افتخار خودم میخوام بشکنم، یه دونه به افتخار داشتای گلم، دوتا رو با هم. سرباز تو همون یه دونه رو بشکن. ران تو. آقا من آماده نبودم، یکی دیگه برم. برو. آقا درست بگیر دیگه. من یکی دیگه برم. برو. من نمیتونم بشکنم. برو بیرون. از اینا بریزم به غذاهاشون. وای به غذای شیشو میخوام قوتو بریزم جداگونه بخوره قوت بگیره به خودش. به ترتیب بریم بده همه رو به ترتیب بریم حالا یه دونه غذا رو میدی. بگی سریع بدو سریع بدو حوصله ندارم بدو سریع ببینم بدو شوشو من کجاست نمیدونم. بگیر آقا بدو سریع. آفرین بگیر آقا شما هم برو چاق بگیر برو بیا آفرین. وای حامده سلام زن. یکی به شوشوم غذای جداگونه به خودم درست کردم. منم اصلا نمیدونی. نه شوشو این غذاه به تو جداگونه غذا موندم. بگیر تو اون خود بگیر یا بگیر سریع بدو ببینم بدو. خدا رو شکر همه به همه غذا رسید. خودم هم غذامو بخورم ببینم غذا چطور بود. بچه غذا چطور بود؟ عالی. یه بار دیگه میپرسم چطور بود؟ عالی. قربون نعمت خدا برم داداشم آقا نمیشه اینو خورد. نداره بابا 3 روز هیچی نخوردیم تو این پادگان نمیتونیم غذا بخوریم. باشه حق با توی سلطان. بچه‌ها آماده این آهنگ رو بخونیم؟ بخونیم. بریم آقا. غذای هر روز ما آش و برنج و عدسه. غذای هر روز ما آش و برنج و عدسه. اونو به هم بزنیم فصله موش و مگسه. اونو به هم بزنیم فصله موش و مگسه.
بخورم یا نخورم گشته میمونم قدر آشننم و حالا میدونم قدر آشننم و حالا میدونم اشتباهی به همه قوتو دادم به شوشو کافور دادم خاک میکنم شد وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فس دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاسو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ماشو برنج و عدسه غذای هر روز ماشو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشننم و حالا میدونم قدر آشننم و حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر